اطاعت مطلق در شریعت این فقط از آن الله است. شوهر آره در مسئله های اطاعت کرده می شود، اما اولا این است که شوهر در گناه اگر زنش را به گناه امر کند، چی چیدن قوش باشد، چی قهر شدن با خویش و تبارش باشد، کمی بعد در این باره هم صحبت میکنیم، چی مثلا گناه های دیگری که در مسئله خاصی بین زن و شوهر است، چی دروغ گفتن باشد، چی رفته ایپوتک یا پرسنت گرفتن باشد، در هر مسئله که گناه هست و شوهر میگن من راضی نیستم، من راضی نیستم تو این گناه رو بکن، راضیگی شوهر هیچ رول ندارد، هیچ نقش ندارد. چرا؟ چون در ما پیامبر صلی الله علیه و سلم روشن کرده در حدیث گفتن نه موی چسبان گوید شوهرت نچسبان، چون الله این گونه زنها رو لعنت کرده است. پس اینجا عزیزان در مسئله این که شوهر به گناه امر کند اطاعت کرده می شود، مسئله اتفاقی است، اطاعت کرده نمی شود، چون بالای شوهر حق پروردگار است. حق پروردگار بالاتر از حق شوهر و بالاتر از حق پدر و مادر است. اما در مسئله های عادی، مثلا در ما حدیثی صحیح هست زنک روزه نافله اگر گرفتنی شد از شوهرش پرسد، چون در مسئله روزه داری بعضی مثلا همخوابگی حرام است، اما روزه قضا یا روزه رمضان شوهر حق ندارد بگوید روزه نگیر، چون که برای روزه فرض گرفته ایستاده است. مسئله نماز زیادی خواهرام میپرسن، شوهرم میگوید روزی نیستم مگر سطر پوشی، روزگی تو در آنجا یگان نقش ندارد، چون سطر قانون الله است و بالای قانون الله سخن شوهر یا رضایت شوهر یگان اساس ندارد و نباید در این حالت اطاعت شود و این مسئله با همین تمام می شود. اما مسئله های عادی که مثلا بعضی لباس ها رو پوش بعضیش رو نپوش، یا اینکه مثلا بعضی چیزهایی هست که نمیخوام در فلانجا کار کنی یا نمیخوام مثلا با یگان دوگانه رفت و آمد کنی، در این مسئله زن شوهر حق دارد.